اهمال کاری چیست؟ تعریف روشن‌تر و راه کارهای درمان اهمال کاری. اهمال کاری به معنای تمام نکردن پروژه‌ها و به تعویق انداختن کارهاست بدون توجیه یا علت خاصی. افراد اهمال کار با وجود ساعتها فعالیت پیشرفت چندانی در کار خود نمی‌کنند. نکته مهم این است که اغلب ما به اهمال کاری دچاریم، حتی بدون اینکه از آن خبر داشته باشیم. ما باید همیشه این گفته را در نظر بگیریم که عصر معجزه‌ها تمام شده است و قرار نیست معجزه‌ای رخ بدهد. به صورت خلاصه باید بگیم دلیل وقوع این رفتار به همون چیزی باز می‌گردد که فروید اصل لذت نامیده است، به این معنا که انسان ذاتاً به جستجوی لذت و گریز از رنج کشش داره و هر چیزی که حتی برای لحظه این حس را در ما ایجاد کند جذاب است. سلام و درود میگم به همراهان خوب و همیشگی من علی هستم. و به Success in Wealth خوش آمدین. اگر با لطفتون لایک و سابسکرایب کنید خیلی ممنون میشم تا ویدیوهای خیلی مفید بعدی رو از دست ندهید. ضمناً اهمال کاری نتیجه راحت طلبی افراطی، کمال طلبی و موارد دیگری هم می باشد. برای درمان اهمال کاری می توانیم با تعیین گام‌های اجرایی و تدوین نقشه راه شروع کنیم تا مسیر پیش رو روشن‌تر شود. در ادامه با انجام کارهای کوچک و پیش بردن گام‌های اجرایی، مسیر پیشرفت خود را احساس کنیم و انگیزه کافی برای موفقیت را به دست بیاوریم. همچنین مدیریت استرس، افزایش تمرکز و آوردن فشار نهایی برای تمام کردن پروژه‌ها و وظایف کلیدی ترین راهکارهایی درمان اهمال کاری هستند. اهمال کاری چیست؟ در برخی موارد اهمال کاری procrastination با تنبلی لینس اشتباه گرفته می شود، در حالی که این دو با یکدیگر بسیار متفاوت هستند. اهمال کاری فرایندی فعال است که افراد به جای انجام ضروری ترین فعالیت‌ها به انجام فعالیت‌های حاشیه‌ای و بی اهمیت می‌پردازند. در نتیجه با اینکه افراد اهمال کار به نظر بسیار پرکار می‌آیند، اما پیشرفت بسیار اندکی در زندگی حرفه‌ای خود ندارند. در نتیجه برخلاف فعال بودن افراد اهمال کار، افراد تنبل به طور کامل منفعل هستند. برخی از نظریه پردازان اهمال کاری را به عنوان مسیری به سوی شکست تعریف می‌کنند که با تأخیرهای غیرمنطقی همراه است. مهمترین انواع اهمال کاری. البته تقسیم بندی‌های دیگری نیز از اهمال کاری وجود دارد که ارتباط به موجودیت ضرب‌الاجل و عدم آن اشاره شده است. 1. کمالگرا perfectionist، عقب انداختن کارها به دلیل نگرانی از خوب انجام نشدن کارها و ترس از احساس شکست. 2. رویا پرداز dreamer، به تأخیر انداختن کارها به دلیل ناتوانی در توجه به جزئیات پروژه. 3. دفاع کننده defier، انجام ندادن کارها به این دلیل که دوست ندارد کسی به او امر و نهی کرده یا زمانی را برای تحویل پروژه تعیین کند. 4. مضطرب worrier، عقب انداختن کارها به دلیل نگرانی از تغییر و خروج از منطقه امن. 5. چالش ساز crisis maker، عقب انداختن کارها به دلیل علاقه به فعالیت تحت فشار و نیاز ناهشیار به هیجان. 19. راهکار و تکنیک علمی و کاملا مؤثر درمان اهمال کاری. درمان اهمال کاری نیز مانند هر فرایند دیگری نیاز به تلاش و استقامت دارد و دانستن تکنیک‌های آن نیز به خودی خود مانند نقشه گنج هستند و تنها زمانی کاربرد دارند که بتوانید از آنها برای رسیدن به گنج موفقیت استفاده کنید که به تکنیک‌های ذیل اشاره می‌کنیم. لایک و سابسکرایب را برای دیدن ویدیوهای بعدی من فراموش نکنید و در ضمن نظریات نیک خود را در قسمت کامنت ویدیو بنویسید. 1. شناسایی محرک‌ها نیر ایل که یک نویسنده است، در کتابش نوشته که ابتدا باید محرک‌های درونی و بیرونی من را باید بشناسیم و کنترل کنیم که آنها باعث حواس پارتی ما می‌شود و زمانی که محرک‌های بیرون سراغ ما می‌آید باعث ایجاد محرک‌های درونی ما می‌شود که نیاز است آنها را شناسایی و ضبط کنیم که اون زمان چه حسی داشتیم. آیا مضطرب بودم یا ایدئالگرا بودم؟ آیا تنها بودم؟ و هر قدر محرک‌های درونی ما را بیشتر بشناسیم به همون اندازه اهمال کاری را کنترل می‌کنیم. در ضمن برای کنترل محرک‌های بیرونی قانون 10 دقیقه‌ای را اعمال کنیم، یعنی 10 دقیقه فاصله بگذاریم برای مراجعه به عوامل بیرونی، مثلا دیدن نوتیفیکیشن‌های فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، بازی گیم و شما می توانید زمانی را برای اهمال کاری از قبل تعیین کنید. در صورت عدم مراعات این نکات شاید زندگی بی‌نظم و کنترل آن از دست رفته باشد. 2. آوردن فشار نهایی هنگامی که افراد اهمال کار به بخش‌های پایانی پروژه می‌رسند، افکار اهمال کاری بیشترین فشار را به آنها می‌آورند.
در نتیجه این افراد باید در مراحل آخر پروژه با بیشترین انرژی و نیروی خود و افزایش تمرکز فعالیت کنند تا هر طور شده پروژه را به پایان برسانند. اگر در این مرحله وسوسه شده و بسیاری از کارها را به صورت ناتمام رها کنند، در ادامه افکار مربوط به پروژه‌های نیمه تمام فشار روانی زیادی را ایجاد می‌کنند. 3. ورزش کنید. این راهکار شاید خیلی کلی به نظر برسد، اما ورزش کردن اولاً سطح انرژی شما را بالا می‌برد و شما را از کسالت در می‌آورد. دوم، به شما یاد می‌دهد که صبور باشید و سختی را به جان بخرید. سوم، به زندگی روزانه شما نظم می‌دهد. 4. درباره کارهایتون صحبت کنید. این کار به شما کمک می‌کند متعهدتر باشید. هر قدر هم میزان تعهد شما به انجام دادن کاری بالاتر می‌رود، طبیعتاً راه‌های پیشرویتان به سمت اهمال کاری را می‌بندید. 5. تدوین نقشه راه یا رود مپ. نقشه راه برای مشخص کردن مسیر کلی پروژه است که هر بخشی از این مسیر مربوط به یک مرحله است و با تدوین نقشه راه در هر لحظه می‌دانید که در کدام مرحله قرار دارید. 6. تعیین گام‌های اجرایی. هر پروژه‌ای را می‌توان به تکه‌های کوچکتری تقسیم و برای هر کدام از این بخش‌ها گام‌های اجرایی مشخصی را تعیین کرد. با طراحی گام‌های اجرایی، پروژه کاری شما قابل مدیریت شده و از حالت ابهام و ایجاد ناامیدی خارج می‌شود. در نتیجه تلاش کنید پروژه را در چند مرحله انجام دهید. سپس با انجام هر کدام از مراحل، آن را در چک لیست خود تیک بزنید. 7. اصل پارتو را به یاد آورید. این اصل به ما میگه 80% نتیجه های ما در زندگی حاصل 20% کارهایمان است. در قدم اول اون 20% اصلی رو بشناسیم و مستقیما به سراغشون برویم. برخلاف راهکار قبلی، پیشنهاد میکنیم برای شروع کار کوچکی انجام دهید. 8. موفقیت های کوچک. اگر به هیچ عنوان انرژی و انگیزه‌ای برای فعالیت وجود ندارد، بهتر است که افراد کار خود را با آسان‌ترین وظایف شروع کنند. موفقیت در این گام‌های ساده باعث می‌شود تا روند پیشرفت ملموس‌تر باشد و باعث افزایش انگیزه آنها می‌شود. 9. حذف حواس پرتی‌ها. کاهش تمرکز و حواس پرتی شرایط ایجاد اهمال کاری را فراهم می‌کند. به همین دلیل اصلی‌ترین عوامل حواس پرتی خود را تشخیص دهید. این عوامل منجر به کاهش بازدهی شما می‌شوند و احتمال نیمه کار ماندن پروژه و اهمال کاری را افزایش می‌دهند. معمولاً شبکه‌های اجتماعی یا کانال‌های خبری باعث این امر می‌شوند. 10. تمام کردن برنامه روزانه. در تلاش باشید تا برنامه روزانه خود را هر طور که شده در همان روز تمام کنید. در نتیجه احتمال نیمه کار ماندن پروژه‌ها و عقب افتادن برنامه‌ها به کمترین میزان ممکن می‌رسد و نکته اصلی این که برای اهمال کاری نیز وقت مشخصی را در نظر بگیرید. مهم این که اهمال کاری برای قسمت اول و شروع کردن کار اتفاق می‌افتد. 11. دور شدن از افراد اهمال کار. افراد اهمال کار اطرافیان خود را نیز به اهمال کاری تشویق می‌کنند. افرادی که فعالیت‌های حرفه‌ای خود را پیش نبردند، را می‌توان اهمال کار در نظر گرفت. به همین دلیل حداقل در دوره درمان اهمال کاری ارتباط خودتون را با این افراد مدیریت کنید. 12. قرعت دادن قورباغه. اگر انگیزه و انرژی کافی دارید و تنها مشکل این است که با وجود پروژه‌های نیمه کاره، باز هم فعالیت‌های جدیدی شروع می‌کنید، برخلاف راهکار قبلی فعالیت کاری خود را از سخت‌ترین و پرچالش‌ترین وظایف شروع کنید. در نتیجه موقعیت‌هایی که پرانرژی تر هستید را به انجام کارهای سخت‌تر اختصاص می‌دهید و امکان تمرکز شما افزایش می‌یابد. 13. بخشیدن خود. گاهی احساس گناه اهمال کاری گذشته باعث می‌شود تا افراد نسبت به رفتارهای اهمال کاری استرس بگیرند. از آن سو، بخشیدن خودتون نشان از مثبت اندیشی و احساس عزت نفس شماست و آمادگیتان را برای جلوگیری از اهمال کاری آینده بالا می‌برد. 14. کاهش استرس. وجود استرس در هنگام انجام یک سری از پروژه‌ها از اصلی ترین دلایل پیش نرفتن کارهاست. گاهی تکنیک‌های کوچکی مانند نوشیدن آب، گوش دادن به موزیک آرامش بخش، تنفس عمیق یا کنترل مصرف غذاهای بسیار شیرین یا نوشیدنی پر کافئین می‌توانند استرس را تا حد زیادی کاهش دهد. 15. جشن گرفتن موفقیت‌ها. زمانی که فعالیتی را به پایان می‌رسانید، خودتان را تحسین کنید. در فهرستی اون موفقیت را یادداشت کنید و پاداش جذابی را برای خودتون در نظر بگیرید. با احترام گذاشتن به خودتان، انگیزه بیشتری برای کسب موفقیت‌ها خواهید داشت. 16. کمک گرفتن از دوستان.
از دوستان خود برای مدیریت اهمال کاری کمک بگیرید. به آنها بگویید که برنامه‌های کاری شما را چک کنند و اگر پروژه‌های شما عقب افتاده یا نیمه کار باقی ماندند، اطلاع دهند و حتی اجازه شروع فعالیت‌های جدید را به شما ندهند. 17. تمام کردن برنامه روزانه. در تلاش باشید تا برنامه روزانه خود را هر طور که شده در همان روز تمام کنید. در نتیجه احتمال نیمه کار ماندن پروژه‌ها و عقب افتادن برنامه‌ها به کمترین میزان ممکن می‌رسد. 18. برنامه‌ریزی واقع گرایانه. هر قدر کارها پلان شده، واضح و برنامه‌ریزی شده باشد، همانقدر از اهمال کاری دور خواهیم بود. کمال گرایی موجود در بسیاری از افراد مبتلا به اهمال کاری باعث می‌شود تا برنامه‌ریزی‌های واقع گرایانه‌ای نداشته باشند. برای این کار، ابتدا فعالیت‌های کاری 1 ماه را بنویسید، بعدا 1 هفته. در ادامه ملاک‌هایی مانند ساعت کاری و میزان کارهای خود را در نظر بگیرید. راهکارهای تفصیلی درمان اهمال کاری. اولویت بندی. ابتدا به طور کامل برنامه‌های کاری یا تحصیلی خود را اولویت بندی کنید. اصلی ترین اولویت، زودترین مهلت پروژه یا ددلاین را داشته و از بقیه حساس‌تر یا درآمد زایی بیشتری دارد. اگر در این فرایند 10 اولویت دارید، از ابتدای هفته، اولویت 1 را به عنوان محور آن روز قرار دهید و اولویت 2، 3 و 4 را به عنوان فعالیت‌های حاشیه‌ای انتخاب کنید. هنگامی که از انجام کار اصلی خسته می‌شوید، کارهای حاشیه را انجام دهید. تشخیص و ارزیابی اهمال کاری در خود با ارائه چند سوال. آیا فعالیت‌هایی با اولویت بالای خود را شروع می‌کنید و با بهانه‌های مختلفی آنها را ادامه نمی‌دهید؟ آیا روز خود را به انجام درخواست‌های بی اهمیت دیگران اختصاص می‌دهید و به فعالیت‌های مهم خودتان بی‌توجهی می‌کنید؟ آیا همیشه در انتظار بهترین حال و مناسب‌ترین موقعیت، مانند شنبه افسانه‌ای هستید تا کار را با قدرت شروع کنید؟ پیش از انجام دادن هر کاری روند آن را در ذهنتان مرور کنید و در ضمن آنها را به تکه‌های خردتر تقسیمات کنید. تام اربن در یک سخنرانی خود می‌گوید که اهمال کننده یک فرشته نگهبان دارد، کسی که همیشه از بالا به او نگاه می‌کند و در تاریک‌ترین لحظاتش مراقب اوست. کسی به نام هیولای وحشت می‌شود نام برد. اکنون هیولای هراس بیشتر اوقات خفته است. اما هر زمانی که ضرب الاجل خیلی نزدیک شود یا خطر شرمساری عمومی، یک فاجعه شغلی یا پیامدهای ترسناک دیگری وجود داشته باشد، ناگهان از خواب بیدار می‌شود و مهمتر از همه، او تنها چیزی است که میمون از آن می‌ترسد، همان میمونی که گاهی پشت فرمان ذهن اهمال کار قرار می‌گیرد و همواره به دنبال رضایت و لذت لحظه‌ای یا instant gratification است. برخی از شما ممکن است رابطه سالمی با ضرب الاجل‌ها داشته باشید، اما به یاد داشته باشید که زیرکانه ترین ترفند میمون زمانی است که ضرب الاجل‌ها وجود نداره و تعلل بیشتر در کارهای مورد نظر صورت میگیرد و آنها اکثراً به تعویق میافتد. همچنان اضافه میکنه که اهمال کاری یک جایی به ما ضربه میزنه که اصلاً حواس ما نیست و ضربه اصلی این است که ما زمان ما را از دست میدهیم. بین چیزی که ما میتوانیم باشیم، پتانسیلش داریم و چیزی که هستیم، اصلی ترین عامل مانع این دو اهمال کاری ماست. و نکته جالب این که ما طوری با زندگی برخورد میکنیم انگار بی نهایت است و ادامه دار، در حالی که زمان محدود است و باید از این دارایی که داریم باید استفاده خوب کنیم. تشکر از همراهی همیشگی شما. لطفاً لایک و سابسکرایب را برای دیدن ویدیوهای بعدی من فراموش نکنید و در ضمن نظریات نیک خود را در قسمت کامنت ویدیو بنویسید و در صورت لزوم به آنها جواب خواهم داد.